حدود 20 نفر کارمندان فرهنگ به منزل زیست نیاز دارند و روزهای نزدیک در نظر است که 5 نفر کارمندان با خانه در شهر خوجند تامین کرده شوند، گفت سردار ریاست فرهنگ ولایت بختیار قاسموف در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این خصوص. هم کادرهای جوان هستند، هم کادرهای سابقه دار هستند، لیکن اون کادرهایی که ما از دیگر شهر و ناحیه‌ها تکلیف کردگی و اون محتاج بودیم و اونها خانه داری خودشون در اونجا پرداخته و اینجا اونده سال مهنت کردگی اینجا پاشم هست. بختیار قاسموف اصرار داشت که نارسایی متخصصان در همه ساحه‌ها به نظر می‌رسند و ما مرحله به مرحله دایر به این مسئله کاربری کرده ایستادیم. این زمان ساحه فرهنگ ولایت به 175 نفر متخصص نیاز دارد. معمای اساسی این نبودن مکتب صنعت در ناحیه شهرستان و کوهستان مهجا میباشد. در دو ناحیه این شهرستان این کوهستان مهجا مکتب صنعت نیست. یعنی دو پرابلمی کلان ما همین است. دیگر جاها ما تایید کردیم هست. اینجا نورسویی اوای چیکار که میگم کاتاستروفیک نیست. چونکی بابوجان غفورov شهر خوجند، انگلیستان، بوستان، همه جانری همین دورش 80 کیلومتر 100 کیلومتر دورش. میگم من کوهستان مهجا پرابلم. برای اینکه میکن آوکای روحش یافتیم. گرفتن عنوان علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان است یکی از سوال‌های روزنامه‌نگاران بود. در نیم سال اولی سال روان نزدیک 20 نفر کارمندان ساحه این عنوان را گرفتند. بختیار قاسموف قید کرد که در مسئله دادن عنوان حالا طلبات جدی شده، تنها آن نفران صاحب عنوان میشوند که سابقه 10 ساله فعالیت داشته خدمت‌های نظررس در رشد ساحه کردند. یکمش از 10 سال کم نباشد. این فقط من توصیم گرفتنی علاچی فرهنگ یا مطبوعات میتیم بگم وزارت فرهنگ یعنی این به یک طلبات اولینش. بعد سونه ما میبینیم که چی کار کرده است و چی نوگیری کرده است، چی یکون پیشروی کرده است در ساحه فرهنگ یا مطبوعات. اگر مطبوعات باشد اینجا متخصصان ما حتما از این ژورنالیستان میبینیم که من پیشنهاد برای بدم که ژورنالیستایی بیارم اگر پیشنهاد کنم ما البته میگیم. در ولایت سوخت زیاده از 1190 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی موجود بوده. قسمی از آنها برای وارد شدن به رویخط یونسکو پیشنهاد گشته است. از شهر خوجند مقبره شیخ مصلح الدین و قلعه خوجند احتمالیت زیادی شامل شدن به رویخط یونسکو را دارند و در عین زمان کاربری در این سمت ادامه دارد. یک چند موضع‌های تاریخی شهر پنجکن نیز از جانب یونسکو مورد آموزش قرار داده شدند. شهر خوجند شهرستان های اونجا سپیتامین های و همش یکتا اویستا دیده برام هست اگر این زرافشان نگوییم یک باره 7 ابیکتوی پنجکند البته گفتن که چون باهوی روزگی پیشکیه دودگی که همین ها دراندنش ممکن شانس آنها بسیارتر است. برای اون که در حقیقت حضور ویاشینو 300 کمچان تا یادگاری تاریخی اهمان 1190 تاش این پنجکند. طوری که اطلاع داده شد در ولایت سوخت 720 مؤسسه‌های فرهنگی از جمله 362 عدد کتابخانه، 133 مؤسسه‌های کلوبی، 95 قصرها، کاخها و خانه‌های فرهنگ، یک آثارخانه تاریخی ولایتی، 15 آثارخانه تاریخی کشورشناسی، 22 باغ‌های فرهنگی، 5 تئاتر خلقی، 7 تئاتر کسبی و مانند اینها موجود بوده. در آنها زیاده از 3500 نفر کار می‌کنند. گزارش افضل بوسلیف، روشن طاهرов، آزیا.